شاید برای شما پیش اومده باشه که در حال ریلزی هم داخل اینستاگرام هستید که یک دفعه یک گیم پلی از کلش رویال میبینید و در اون گیم پلی یک کد QR کد وجود داره که میگه اگه اسکن کنید فلان ایموتو میگیرید. امروز قراره داخل این شورت ویدیو بریم با هم دیگه از اون ایموتا رو بگیریم. فقط میگم ویدیو رو لایک کنید، ساب کامنت انگلیسی بذارید. دمتون خیلی گرمه، دوستتون دارم. در واقع اون ایموتا رو اصلا نمیشه گرفت، هیچ راهی برای گرفتن وجود نداره، چون که اصلا ایموت نیستن، فقط یه چیزی که جنبه تبلیغاتی داره. اگه اسکن کرده باشید میبینید که وارد یک سایت میشید و هرچی روی اوپن کلش رویال میزنید باز هیچی نمیشه و اگه هم وارد گیم بشید هیچ اتفاقی نمیفته. اونا کاملا تبلیغاتی هستن، به خاطر اینکه مثلا ویو یه جایی بره بالا، حالا چه یوتیوب باشه، چه اینستا باشه، چه یه سایتی چیزی باشه، هیچ جوره نمیتونید ایموتا رو بگیرید. اما اگه میخوای ایموتا رگانی کلش رویال بگیری و از هیچ کدوم از اون ایموتا جا نمونی، فقط کافیه چنل منو ساب کنی، کامنت انگلیسی بذاری که تو حسابتون نپرونه و ویدیو رو لایک کنی و از همه مهمتر جوین چنل تلگرامم بشی که لینکش رو توی کامنت ها براتون میذارم و داخل توضیحات چنلم براتون میذارم. دمتون گرم که ویدیو رو دیدید. تا یه ویدیو دیگه، بدرود.